در آن زمان شاهنشاه اوگوستوس فرمان برآورد که در سراسر شاهنشاهی سرشماری اهالی گذرانیده شود. وقتی که این سرشماری گذرانیده می شد، کورینیوس حاکم سوریه بود. هر کس برای به قید گرفتن نامش باید به شهر خود می رفت. از بس که یوسف از نسل شاه داوود بود، او نیز از شهر ناصره ولایت جلیل به شهر بیت لحم سرزمین یهودیه رفت، زیرا این شهر زادگاه شاه داوود بود. او نامزدش مریم را که همان وقت حامله دار بود با خود برد تا که نام او هم به قید گرفته شود. هنگامی که آنها در بیت لحم بودند، وقتی تولد کودک فرا رسید، مریم پسری کلانیش را تولد کرد و لوله پیچ نموده در آخر خواباند، چون که در مهمانخانه برای آنها جای یافت نشد. در دشت‌های اطراف آن شهر چوپانانی بودند که شبانه رمه خود را پاسبانی می‌کردند. فرشته خداوند بر آنها ظاهر گردید و نور خداوند در اطرافشان درخشید. چوپانها سخت ترسیدند، اما فرشته به آنها گفت: نترسید، من به شما خوشخبری را آوردم که تمام مردم از آن خیلی شاد می گردند. امروز برای شما در شهر شاه داوود نجات دهنده به دنیا آمد که او مسیح و خداوند است. با شما همین علامت می شود که طفل لوله پیچ شده را در آخر خوابانده شده می یابید. ناگهان با آن فرشته در آسمان هزارها فرشتگان دیگر پیدا شدند که خدا را حمد و ثنا خوانده می گفتند: بگذار نام خدا در آسمان ها شهرت و جلال یابد و در روی زمین در بین آنهایی که پسندیده او هستند صلح و آسایشتگی باشد. بعد فرشتگان از نزد آنها دور شده در آسمان ناپدید گشتند و چوپانان به یکدیگر می گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و آن حادثه روی داده را که خداوند به واسطه فرشته به ما رساند ببینیم. آنها با شتاب رفته مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود یافتند. چون آن کودک را دیدند، آن چیزی را که درباره شنیده بودند به همه نقل کردند. همه شنوندگان از نقل چوپانها حیران شدند، ولی مریم چیزی شنیده اش را در دل نگاه داشته درباره‌اش اندیشه می‌کرد. چوپانها برگشته برای چیزهای شنیده و دیده اشان خدا را ستایش نموده با او حمد و ثنا می‌خواندند، زیرا همه آن چیزی که به آنها گفته شده بود اجرا شد.